دوستان عزیز درود. نشری نوبتی برنامه ترانسفر در عمل را با کار یک ماهه ترانسفری ابردست‌های لالیگا شروع میکنیم. زیرا در فوتبال وطن یک ماه خرید و فروش به انجام رسید و غیر از تیم ختلان هر کس چین زور و توانش بازیگرانی نالازم جواب داد و بازیگرانی نو شامل تیم کرد. یک چیز مهم را مخصوص به سوال بینندگان عزیز میرسانیم که ارزش بازیگرانی داخلی ترانسفری فوتبال تاجیک اصلا در بیشتر حالت‌ها به پول انجام داده می شود. زیرا وقتی خرید و فروش میان جانب‌ها در فوتبال تاجیکستان مطابق شرطنامه 6 ماه یا که انجام مهلتش تا آخر موسم اصلا گزارش‌های ترانسفری به پول انجام داده می شود و تنها در مورد ارزش معاش بازیگر با تیم نوش جانب‌ها با موافقه می رسند که البته در مورد این چیز برای ما و شما نمیگویند. از این رو بیشتر گزارش‌های داخلی ترانسفری در فوتبال تاجیک چگونه که اشاره شد به پول انجام داده می‌شوند. اگر با گزارش‌های ترانسفری دستای لالیگا نظر کنیم، آنجا وضعیت بارسا به قول تمام انچطاق است. دمبله به بارسا فشار می‌آورد تا او را به PSG روان کنند و نرخ هم البته که 5 میلیون یورو است. سیلوا پاپورگی فوتبال را کنار گذاشت و ایسکو با امید یوشوی به بودرینگ خوری رفت. روزنه ترانسفری در لالیگا آغاز ماه یول گشوده شد و روز 1 سپتامبر محکم می شود. بارسلونا انتظاراً فوتبالبازان آزاد جمع کرد. از من سیتی دارنده تریبل ایلکای گوندگان، از اتلتیک دفاعگری تجربه دار اینیگو مارتینز آمد، ولی از برای ویتور روکی 18 ساله به اتلتیکو پاراناینس 30 میلیون یورو میدهند و باز 31 میلیون دیگر در شکل علاوه پولی ها پرداخت می کنند. دستپروری لاماسیا اریول رامیو باشد، بعد 12 سال به بارسلونا برگشت. باریهو به ژیرونا قریب 5-6 میلیون یورو پرداخته شد. ریال مادرید باشد بر عوض 103 میلیون یورو جود بیلینگم را خرید و این هم خریداری رکوردی این تابستان گردید. از رایو واللیکانو دستپروری خش فرانک گارسیا را با نرخ 5 میلیون یورو آورد و از اسپانیول حمله‌ور 33 ساله خاسلو را به اجاره گرفت. اما بر زمین اساسی ترین ترانسفر ریال و کل فوتبال جهانی تا حال در رجه انتظاری قرار دارد. کلیان امباپه احتمالاً این مورد می‌خواهد قطعاً به اسپانیا رود، ولی PSG هم به زودی تسلیم نمی شود و از جانب دیگر یگان پولدار دیگر به مثل تنگمی جمشید حلیم یک پیدا نشود. گراند دیگر اسپانیا اتلتیکو مادرید باشد. از بارسا گریزمان را بعد 2 سال اجاره با نرخ 20 میلیون یورو خودی کرد. از سلتا با نرخ 5 میلیون یورو دفاعگر خاوی گالان آمد و دفاعگر مرکزی ترکی چاگلار سینجو از لستر سیتی چون فوتبالباز آزاد به تیم سیمیونه پیوست. همچنین مادریدی ها به پول به سابق سروان چلسی سر از پیلوکت هم حق صاحبی پیدا کردند. 2 بازیگر دیگرش را باشد اتلتیکو با مارسیل روان کرد. ژافر کاندگبیا بر عوض 8 میلیون یورو و رنان لودی به ارزش 13 میلیون یورو. دسته آماده شونده به لیگ چمپیونای خود ریال سوسیداد باشد به پول سروان 31 ساله رن اماری تراوره و حمله‌ور جوان اتلتیک میکل گاتی را به دست آورد. دیوید سیلوای بزرگ باشد به خاطر جراحت میان موسم ختمی مسندی ورزشی نمود. ویلاریال باشد الکای بیش از 100 میلیون یورو از فروش بازیگران خویش ورق زد. پاو تورز به استون ویلا بر عوض 33 میلیون یورو رفت. نیکلاس جکسون به چلسی با نرخ 37 میلیون یورو روان کرده شد و ساموئل چوکویزه به میلان رفت و از آنجا چک ارزشش بیش از 20 میلیون یورو آمد. سالرنیتانا بولای دیارو با ارزش 12 میلیون یورو گرفت و مالیورکا با مانوئل مارلانس با ارزش 4 میلیون یورو صاحبی پیدا کرد. ارنو دانجوما باشد از جانب اورتون با ارزش 4.2 میلیون یورو به اجاره گرفته شد. در آخر سخن سری ترانسفرهای انجام داده لالیگا سری بیتیس هم باید گفت. دسته‌ای که تا سال 27 با ایاس پرس همکاری میکند. بازگشت هکتور بیلرین به باشگاه عملی شد. از لیدز مارک روکا طریق اجاره آمد. سابق نیمه‌بازیگر ریال ایسکو را هم با پیراهن بیتیس میبینیم. همچنین با امید ایاشوی از بارسلونا الکس کالیادو به پول و شادی ریاد طریق اجاره آمدند. خواکینی بزرگ را باشد ما دیگر در میدان در صف بودرینگ ها نمیبینیم. او ختمی مسندی ورزشی نمود. سرخیو کانالز باشد با منطقه مکزیکویی با ارزش 10.7 میلیون یورو فروخته شد.
درباره ترانسفرهای انجام شده تیم‌های دیگر اسپانی باشد نمیگویم هم می شود، زیرا آنها لایق گپی زیادتی نیستند. اکنون گپ سری ترانسفرهای انگلیسی و چخانی چلسی در بازار می رود. دسته تود باولی به قول خود را در پیست چینی خیال کرده چی بازیگری جوانی بود همگی را با ورزشگاه خود جای خواب داد. این نوبت تیم لندنی از گزارش لسلی اوگاشوکو از رند بر عوض 27.5 میلیون یورو به همگان گفت. با نیمه‌نهایی 19 ساله از لیگ یکم شرطنامه 7 ساله با امکان تمدید کنی به یک سال دیگر بسته شد. در موسم قبلی لسلی اوگاشوکو 35 بازی در صف رند گذرانیده لایق ارسال یک پرتافت گلی به همدستگان هم شده است. تود باولی باشد در او با نظر به استعداد این بازیگر او را الکی به چلسی بسکتبالی آورد. برای آنکه خوف وقتی به میدان آوردن دو اراوخو راه گم نزند یکی از آنها را آرامانه به سمت دیگر روان کردند. این هم خولیان اراوخو است که از جانب لاس پالماس به اجاره گرفته شد. قرارداد اجاره‌ای دفاعگری 21 ساله با تیم نوش تا 30 میلیون سالی 24 مهلت دارد. خودی بارسلونا باشد خولیان اراوخو را زمستان امسال از لس آنجلس گالاکسی بر عوض 4 میلیون یورو خریدگی بود، ولی دید که تا حال برای تیم اساسی نسب زده است. برای گرفتن تجربه بیشتر به تیم‌های پایان‌تر فرستاد. بودرینگ ها از بیتیس باشند الکس کالیادو را بعد آوردن از بارسا زیاد در تیم نماندند و همان به اجاره به تیم الاحدود سعودی روان کردند. موسم نو را نیمه‌نهایی 24 ساله در تیم الاحدود می‌گذراند. فکر می‌کنم تقدیر این بازیگر را احیاشوی فوتبالی نو بلکه از جوانی پول چپگردان می‌کند و دیگر به مثال نیمار و امباپه از پس سایه مسی نو از پس سایه پول ها می‌دود. در ایتالیا باشد عین حال دروازه‌بان استفانو گوری برای یوونتوس زیادتی بوده است و از این رو به اجاره به مونز روان گردید. نونخوری زیادتی در عائله تورینی ها موسم قبلی را در تیم پیروجا پشت سر کرده بود. ایتالیایی 27 ساله در صف سرخ و سفید ها تا 30 میلیون سال 24 برآمد می‌کند. گوری باشد به صف یوونتوس سال 2020 گزارش کرد ولی بر زمین اجاره در تیم‌های پیزا، کومو و پیروجا یگان بازی در تیم تورینی ها نگذراند، زیرا در بودن دروازه‌بان چون وایسخ شسلی دیگر بودن گوری و موری تماما در کار نیست. در فوتبال فرانسه باشد دسته فوتبالی از شاهیگری موناکو بر عوض 15 میلیون یورو با تیم‌های انگلیسی داد و گرفت می‌کند. این هم محمد سالیسو از ساوثگمپتون است که به مهلت 5 سال به موناکو آمد. نیمه‌نهایی 24 ساله منتخب گانا که دیگر نخواست در چمپیونشیپ عذاب کشد در لیگ یکم خود را طغری کرد. محمد سالیسو 3 موسم در ساوثگمپتون بازی نمود. او سال 2020 از ولادولید به تیم انگلیسی پیوسته بود. در موسم قبلی باشد سالیسو 22 بازی در پرمیر لیگ انگلیا گذرانید و با یک پرتافت گلی و 5 کارت زرد یکی از گناهکاران در رفتن ساتون به چمپیونشیپ می باشد. فوتبال سعودیان هم به درجه گرینی شده است که هر قدم فوتبالی و چشمک‌زنی بازیگر در آنجا همان شامل صحیفه رسانه ها می شود. این نوبت باشد تیم سعودی الفاهته با نیمه‌نهایی منتخب ارمنستان و تیم آمریکایی کلمبوس کریو لوکاس سالرایان شرطنامه 3 ساله است. ارزش گزارش بازیگر 31 ساله به فوتبال شرق نزدیک معلوم نیست. در 20 بازی چمپیونات فعلی MLS باشد سالرایان 10 گل به ثمر رسانیده است و میتوان گفت که ارزش گزارش هم دقیقاً از 10 میلیون زیاد است، زیرا شیخان با 1 سوم و 2 سوم کار نمی کنند. سابق حمله‌ور گل‌آفر لیورپول و منتخب سنگال سادیو مانه باشد بعد موسم ناموفق در باواریا اشک پشیمانی ریخت و در میونخن هیچ با همدستگانش به قول ساز نگرفت. قرار کرد که بهترش به تیم رونالدو گزارش کند، زیرا امکانی بهترینی بنیاد انفراساختار اجتماعی از قبیل مکتب و بیمارخانه‌ها در وطن از طریق پول‌های عربیان است. از این رو به سطح النصر پیوسته منبع در ردیف رونالدو، بروزوویچ، فافانا و تلس در زمین عربیان سخت میان می‌بندد. پیشتر خبر داده میشد که باشگاه آلمانی از گزارش بازیگر سنگالی از 28 تا 30 میلیون یورو با وجود علاوه پولی‌ها به دست آورده خودی مانه باشد سالانه بیش از 33 میلیون یورو معاش میگیرد. از طرف دیگر فرقیت بوندسلیگا از چمپیونات عربستان سعودی و مثال فرقیت
تربوزخری در سنتر از تربوزخری در رایان است، زیرا اگر در بوندسلیگا مانه بر عوض گلزنی چشم سنه را کبود میکرد، در ملک عربیان این افریقایی با یک پای لنگ و دو چشم پوشیده هم گل میزند. این بود پایانی برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و گرینی باشید.